سلام و عرض ادب خدمت همه شما خوبان. امید صحت سلامت باشید. دوستا، در درس قبلی در درس اعداد ما از 1 الی 100 از 100 الی 1000 از 1000 الی 1,000,000 کار کردیم با شیوه بسیار خلاصه و قابل فهم. البته صرف اکیداً میخوایم عملی گونه با شما این درس این اعداد را یک بار دیگه کار بکنم، اون شیوهشه که بیشتر قابل فهم باشه، آسان باشه. دوستا، از 1 الی 10 را براتون گفتم که عدد 1 2 3 4 5 6 و 8 9 لس. خب مثل دری گفتم از 1 تا 20 مثل دری جاهای اعداد عوض نمیشه، تغییر نمیکنه. یولس ما میگیم 11. دولس مثل دری، مثل بگونه مثال ما در دری داریم که 12. اول دو رو میگیم بعد 10 رو میگیم. در پشتو عین شکل. دو جمع لس دولس، دیارلس، سوارلس، پینزلس، شپارلس، ولس، اتلس، نهلس یا نهلس، شل. خب صرف از 10 الی 20 عدد یک مقدار به گونه دیگه نوشته میشه، خلاف امو دستور. مثلا میگم که دیارلس ما دریلس نمیگیم دیارلس، میگیم که در درس قبلی گفته بودم. سوارلس ما سلورلس نمیگیم، سوارلس میگیم. 16 ما شپگلس نمیگیم، شپارلس میگیم. صرف در می فرق داره. بعد میرسیم از 20 تا 30 رو گفته بودم که تفاوت داره. از 20 تا 30 یک پسوند ویشت میگیره. خب ویشت چه قسم؟ گفته بودم که مثلا میگیم 21 یو ویشت، اول یو میگیم بعد ویشت میگیم. دو ویشت، در ویشت تا به 30. گفته بودم که از 20 تا 100 را اعداد برخلاف در این جاهایش تغییر میکنه. به عنوان مثال میگیم 25. 25 در دری میگیم ولی در پشتو 15. خب 15. اول 5 میگیم بعد 20 میگیم که 20 است، ولی در دری برعکس، اول 20 میگیم بعد 5 میگیم. خب فرض مثال داریم که 85 در دری اول 80 میگیم بعد 5 میگیم، ولی در پشتو اول 5 میگیم بعد 80 میگیم. 15 یا. خب مثلا میگیم که 39 در دری داریم اول 30 میگیم بعد 9 میگیم، ولی در پشتو برخلاف از او، اول 9 میگیم بعد 30 میگیم. 9 دیش همینطور تا 100. در 100 که رسیدیم سل میشه. خب گفته بودم از 100 الی 200 با پسوند سلو اضافه میشه، البته بعد از یو با سلو. مثلا به عنوان مثال میگیم که 102 یو جمع سلو 2 یو سلو 2. 119 یو جمع سلو 19 نول است، یو سلو نول است. خب تا به 200. از 200 تا 1000 با سوه، با پسوند سوه. مثلا چه قسم؟ 258 دو جمع سوه جمع 58 چند داریم؟ اته 50. 200 اته 50. به عنوان مثال میگیم که 200 یا مثلا میگیم که 672 شپک سوه 2 اویا، شپک جمع سوه جمع 2 اویا. خب 672. به عنوان مثال میگیم 999. خب 9 نیوی، 9 جمع سوه جمع 9 نیوی تا به 1000. از 1000 به بالا، از 1000 هم میگونه از 1000 تا 2000 با زرو اضافه میکنیم. در نوشتاری زره میشه ولی تلفظش بیشتر به خاطر که روان تلفظ شود زرو میگه. 102 103 1 اتلس 1 یعنی 1630. اگر بگویم که 5000 چی ببخشین 1956 1950. اگر بگویم که 1672 1602 همینطوری تا 2000. از 2000 تا 10000 تا 100000 با ذره استفاده میکنیم. فرض مثال 2956 2950. فرض مثال داریم که 6843 6843 شپک ذره 6843 بود، شپک ذره 830 شپک ذره 830. به عنوان مثال داریم که 80545 اتیا ذره 80545 اتیا ذره 1515 تا به 1,000,000. خب
1,000,000 هم میتونی 1,000,000 میگم 2,000,000 3,000,000 4,000,000 15,000,000 تا به بالا هر قدر که خواسته باشه. صرف شما تا هم 1,000,000 که یاد بگیرین هم مشکلتان رفع میشه و از او بعدش دیگه شما میدونین که با چی طریقی استفاده کنین. امیدوار هستم که درس قبلی و این درسی که فعلا براتون ارائه میشه به عنوان عملی مفید واقع شده باشه. امیدوارم درس های بعدی را فرا بگیرین. سپاسگزارم.